نسبت به قبل از وعده صادق، کسانی که نسبت به مسئله فلسطین و نقش ایران و توانایی ایران توجه پیدا کردن، این پررنگتر شده. البته این نیاز به یک کار میدانی و یک سنجش در واقع گسترده تری داره که من چنین کاری رو نکردم، ولی احساس عمومی من این هستش که چنین اتفاقی افتاده. به همین خاطرم در همین دوره ما شاهد این بودیم که کسانی که نسبت به فلسطین مواضع منفی اتخاذ می‌کردند، این جماعت کمتر شدن. البته یک جمعی که همون براندازها هستن، خب کسانی که به نتانیاهو نامه می نوشتن، کسانی که در واقع به اسرائیل می گفتن که به ایران حمله بکند و حمله به ایران رو تشویق می کردن، از اونها که انتظاری نمی شود داشت. ولی در متن نخبگان ایرانی، روشنفکران ایرانی، دانشگاهیان ایرانی، تا اونجایی که من میشناسم و دیدم، میتوانم بگویم که این گرایش مثبت حمایت از فلسطین پررنگتر شده. ضمن اینکه الان ما در شرایطی صحبت میکنیم که این گرایش در بین نخبگان جهان، دانشگاهیان جهان، دانشگاهیان نخبه ممتاز یهودی در جهان، فیلسوف، رمان‌نویس، هنرمند، سینماگران در هر حال کاملا پررنگ شده و اینها حتما اثر میگذاره.